در ادامه برنامه‌های هفته وحدت در پاکستان به همت شورای همبستگی ملی پاکستان و به میزبانی مجلس وحدت مسلمین همایش بزرگ عشق پیامبر اعظم برگزار شد. در این اجتماع با شکوه رهبران مذهبی و سیاسی از مذاهب مختلف و شخصیت‌های برجسته و تعداد زیادی از مردم از اقشار مختلف حضور داشتند. پیام این همایش این است که هیچ راهی جز وحدت بین امت اسلامی برای مقابله با چالش‌های پیش رو وجود ندارد. برخی فکر می‌کردند که نوبت فلسطین و غزه است. پس از آن فکر می‌کردند نوبت به لبنان و پس از آن ایران و حال یمن و دیگر کشورهای اسلامی است. اگر جهان اسلام متحد نشود، دشمنان اسلام تک تک کشورهای اسلامی را هدف قرار خواهند داد. سخنرانان در این همایش تأکید کردند که امت اسلامی باید از تفرقه و اختلافات فرقه‌ای عبور کرده و با اتحاد و یکصدایی در برابر صهیونیسم جهانی و استکبار بایستد. اسلامی حکمرانوں کو سردمداران کشورهای اسلامی باید از خواب غفلت بیدار شوند. کشورهایی که مؤتلف آمریکا شناخته می‌شدند و میزبان آن کشور هستند، از سوی رژیم صهیونیستی اخیراً مورد حمله قرار گرفته و خود آمریکا نیز در این حمله به طور برابر شریک بود. در این همایش سیاست‌های ضد اسلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حملات تجاوزکارانه به کشورهای اسلامی به شدت محکوم شد و از رهبران جهان اسلام خواسته شد با اتخاذ راهبرد مشترک به طور عملی از ملت‌های مظلوم حمایت کنند. اسلامی ممالک کے حکمران یہ نہیں. امروز کسی که در کنار مردم غزه نباشد هرگز حامی اسلام نیست. آمریکا و غرب دشمن انسانیت هستند و هیچ اعتمادی نمیتوان نسبت به آنان داشت. سخنرانان این همایش تصریح کردند که حاکمیت قرآن و سنت، پاسداری از حرمت پیامبر اکرم و وحدت امت پیام اصلی امروز است که میتواند مسلمانان را از پراکندگی و ضعف نجات دهد. همایش عشق به پیامبر اعظم در اسلام آباد پیامی روشن از اتحاد امت اسلامی برای مقابله با صهیونیسم جهانی بود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.